درود بچه‌ها، امیدوارم حالتون خوب باشه. توی این رایتاب و لابراتور، من اینو بیارم پایین. توی این رایتاب و لابراتور میخوایم در مورد مونگو آبجکت آیدیا صحبت کنیم و ببینیم که آیا واقعا رندوم هستن یا نه. اگر نیستن چجوری میتونیم ازشون سوء استفاده کنیم، برد فورسشون کنیم، اکسپلویتشون کنیم، دیکریپتشون کنیم یا هر چیزی. حالا اصلا چی هستن و به چه دردی میخورن؟ بچه فرض کنید که ما یه اپلیکیشن داریم. به صورت خیلی ساده بخوام بگم، ما یه اپلیکیشن داریم و این اپلیکیشن ما یک قسمتش آیدور میخوره و به جای اون آیدیه، حالا اون آیدی عددیه که مثلا یکی دوتا میبریمش بالا یا پایین، یه دونه آبجکت آیدیه، یه همچین حالتی وجود داره. ما اگر بتونیم آبجکت آیدی یک شخص دیگر رو پیدا کنیم و اونجا قرار بدیم، میتونیم به واسه پذیری آیدور برسیم. ولی حالا سوال اینجاست که ما این مقدار رو از کجا پیدا کنیم؟ چه جوری پیدا کنیم؟ بیاین واضح‌تر در موردش صحبت کنیم. فرض کنید که بچه ما یه اپلیکیشن خیلی ساده داریم. حالا میتونه این یه فیچر از اپلیکیشن بزرگ ما باشه که دوتا یوزر داره. یوزر اول که هیچ یوزر معمولی نرماله و یوزر دومم ادمینه، کاربر دومم ادمینه. در واقع دوتا رول داره. به طور مثال من میام اینجا یه نوت اضافه میکنم، این اکانت ادمینه. یه نوت اضافه میکنم، مینویسم نوت بای ادمین و کرییت رو میزنم. قبلش من بیام اینجا اینا رو پاک کنم، کرییت رو میزنم. بچه ببینید خودش یه تگ اضافه میکنه، میگه که آقا این توسط ادمین اضافه شده و درخواست رو اگر چک کنیم میبینیم که یه کانتنت داره که ارسال میشه سمت سرور و چیزی که برمیگردونه یه کانتنت، یه created by یا توسط ادمین ساخته شده. حالا از کجا میفهمه؟ از این JWTه و یه دونه آیدی به ما برمیگردونه. این بچه همون مونگو آبجکت آیدی هستش و این اکانت ادمینمون. ما اینجا میتونیم عملیات دیلیت هم انجام بدیم. میریم اکانت کاربر یا اکانت یوزر معمولیمون، لاگین رو که میزنیم بچه ها نگاه کنید یه نوت اینجا اضافه شده، نوشته که آقا این نوت توسط ادمین اضافه شده دیگه، این همین نوته. ولی اگر ما بریم توی ریسپانس رو نگاه کنیم، اون ریکوستی که زده شده و نوت ها رو گرفته، میبینیم که یه کانتنت داره و یه created by داره. ما اینجا آیدی نداریم، یعنی به آیدیش دسترسی نداریم که ببینیم این آیدی حالا چی هست و آیا بیایم آیدو روش تست کنیم و این داستانا. حالا میایم توی اکانت یوزر یه نوت اضافه میکنیم، میگیم که نوت بای یوزر. عملیات کرییت رو میزنیم، یه دونه نوت اینجا برامون اضافه میشه. میایم توی این قسمت و عملیات دیلیت رو انجام میدیم. بچه این ریکوست دیلیت از طرف اکانت کاربر یا یوزر. میایم اینو ارسال میکنیم به ریپیتر و میایم توی این قسمت یه نوت دیگه درست میکنیم تو اکانت ادمین. بچه این صرفا تست دیگه، الان ما به عنوان یه هکر اومدیم داریم تستامون رو انجام میدیم و میایم اینجا یه دونه آیدی درست میکنیم تو اون اکانتمون، مثلا در واقع یه نوت درست میکنیم، میگیم که دیلیت می و میریم ریسپانس رو چک کنیم و آیدی رو اینجا کپی میکنیم. بچه این توسط ادمین ساخته شده، این نوت توسط ادمین ساخته شده و این درخواست دیلیت توسط اکانت یوزر هستش. خب به طور معمول نباید یوزر دسترسی داشته باشه دیگه، ولی خب حالا ما میایم اینجا اون آیدی رو پیست میکنیم. این آیدی چیه؟ آیدی ادمینه و این اکانت کیه؟ اکانت کاربر یا همون یوزره و وقتی سند رو میزنیم به همون 403 میده که نباید 403. یه لحظه صبر کنید بچه من اینو درستش کنم. بذارین همینجا یعنی با خودتون درستش کنم، به خاطر اینکه بچه این قسمت من کامنت کرده بودم بعد دوره از کامنت درش آوردم و یادم رفت کامنتش کنم. این قسمت رو ما باید کامنت کنیم. حالا چی هست و بعدا راجبش صحبت میکنیم. میایم داخل این ترمینال و دوباره داکر بیلد رو انجام میدیم. توی قسمت بعدی که میخوایم کد رو بخونیم بچه کامل در این مورد توضیح میدم که این اصلا برای چی اینجا هست، باید باشه نباید باشه و غیره. خب یه بار دیگه داکر بیلد رو میزنیم
و حالا اگر که این درخواست رو ارسال کنیم میبینید که بچه به همون 200 میده و ساکسس میشه و عملیات با موفقیت انجام میشه. و اگر بیایم توی این قسمت رفرش کنیم میبینید که اون نوته باگ شده. خب حالا چرا اصلا این اتفاق میفته؟ بچه برنامه نویس میاد چی میگه به خودش؟ میگه که آقا این آیدیو که کسی نمیتونه حدس بزنه، جایی هم من برگشتش ندادم، پس اصلا چرا بیام سطح دسترسی براش بذارم؟ این بچه این چیزی که اینجا دیدیم میشه همون حالا یه سطح دسترسی کوچیک، یه چک کوچیک انجام میدیم که ببینیم آیا اون کاربری که داره عملیات دیلیت رو انجام میده آیا اون نوت برای خودشه یا نه برای کاربر دیگه است. برنامه نویسی که آقا من چرا بیام اینو الکی اضافه کنم؟ 20 تا اند پوینت دارم، 40 تا اند پوینت دارم، بیام دونه دونه اینا رو بذارم واسه چی؟ اصلا این آیدی غیر قابل حدسه، غیر قابل پیش بینیه. من پس نمیام الکی 4 خط کد اضافه کنم توی 40 تا اند پوینت. معمولا برنامه نویسا اینجوری فکر میکنن که آسیب پذیری ایجاد میشه. حالا اینا به کنار، بریم سراغ اصل کاری که مونگو آبجکت آیدی ها آیا واقعا رندوم هستن یا نه. بچه ما این آیدی رو داریم، میایم قبلش یه کار دیگه انجام میدیم. بریم چیکار کنیم؟ بیایم یه چند تا رندوم بسازیم. بگیم آقا رندوم 1 و رندوم 2، همینجوری میسازیم الکی. و آیدیامون چند تا اینجا، این آیدیا رو برمیداریم، میگیم که آقا حالا مثلا من آیدی رندوم 2 رو برداشتم، جدیدترین چیزی که ساخته شده، جدیدترین نوتی که ساخته شده. اینجا یه اکسپلویت براش نوشتم که حالا توضیح میدیم جلوتر چجوری کار میکنه. توی این قسمت میایم رانش میکنیم و اینجا اون آبجکت آیدی رو پیست میکنیم. بچه وقتی این آبجکت آیدی رو پیست میکنیم اگر نگاه کنید میبینید که یه تایم استمپ داره به یونیکسی که در واقع برای سال 2025 ماه فلان، روز فلان و ساعت فلان، دقیقه فلان و ثانیه فلان. یه ماشین آیدی داریم، یه دونم پروسس آیدی داریم و یه دونم کانتر داریم بچه. حالا اینا چی هست هر کدومش یه توضیح ریزی اینجا میدم، بعد خواستیم بریم رایت رو بخونیم توضیح کامل‌تره رو اونجا میدم. در واقع حالا توضیح خاصی هم نداره آنچنان. بچه ماشین آیدی که یه چیز یونیکه، ماشین آیدی و پروسس آیدی یه چیز یونیکن برای هر آبجکت و کانتر هم که یه مقدار رندومیه، به طور مثال از 150,000 شروع میشه و به ازای هر اینزرشن، یعنی هر ساختن نوت، اینجوری بگم ما هر بار اینجا یه نوتی میسازیم این کانتر ما یه دونه میره بالاتر. خب حالا چطوری میتونیم در واقع بیایم و این آیدی اینا رو برداریم، پیش بینی کنیم، بروت فورسش کنیم، یا به اصطلاح بچه فرض کنید که من الان تو اکانت یوزرم و میبینم که یوزر و میبینم که اینجا 2 تا نوت اضافه شده به اسم رندوم 1 و رندوم 2 و من آیدیاشم ندارم. خب حالا چیکار میتونیم بکنیم؟ بچه کاری که میتونیم انجام بدیم اینه بیایم با اکانت یوزر خودمون یه دونه در واقع نوت درست کنیم، مثلا تست. یه دونه نوت درست میکنیم و میایم آیدی اینو برمیداریم. ما بالاخره به یه آبجکت آیدی نیاز داریم دیگه که بتونیم دیکریپتش کنیم. اینو برمیداریم. من اینجا فقط خواستم بهتون اون چیزایی که آبجکت آیدی رو تشکیل میدن مثل تایم استمپ، ماشین آیدی و پروسس آیدی اینا رو نشون بدم. و میایم حالا یه نوت درست میکنیم و آیدیشو برمیداریم با اکانت یوزر و اینجا پیست میکنیم. بچه نگاه کنید، شبیه همون قبلیه، یعنی پروسس آیدیش یکسانه، ماشین آیدیش یکسانه، ولی تایم استمپش فرق میکنه. تایم استمپش چرا فرق میکنه؟ خب به خاطر اینکه توی زمان متفاوت ساخته شده دیگه. ما میایم فرض رو بر این حالت میگیریم که این دوتا نوتی که توسط ادمین ساخته شده توی حالا مثلا 10 دقیقه قبل توی بازه زمانی کوچیک ساخته شده که حالا زیاد بزرگش نکنیم، یعنی اون حالت بروت فورس زیاد بزرگش نکنیم، یه چیز کوچیک باشه. میایم توی کد اکسپلویت و اینجا میگیم که میگه استارت تایم استمپ تو وارد کن. من میگم آقا استارت تایم استمپ هم میخوام این باشه.
بگم که توی مثلا 4 دقیقه قبل میگه اندش رو وارد کن، یعنی در واقع شروعش و پایانش رو وارد کن. منم میگم آقا پایانش هم برای همین الان باشه. و میگه که بچه اون بیسش رو وارد کن، در واقع اون بیس کانتر تو وارد کن. این بیس کانتر منه. من میگم که آقا بیا به جای این، مثلا برای اینکه حالا حالتاش خیلی زیاد نشه، بیا مثلا همچین حالتی وارد کن. در واقع یه 1000 تا 2000 تا 1000 تا مثلا جنریت کن که زیاد حالتاش زیاد نشه. میگه که آقا میشه که حالا کانتر رنج تو وارد کن، که اینجا خودش یه سجستی میده، میگه 966 تا، یا ما هم چون 966 تا شد دیگه این حالتی که وارد کردیم، ما هم میگیم همون 966 تا رو وارد کن و برای ما 966 تا آبجکت آیدی درست میکنه. از این زمان تایم استمپی که وارد کردیم تا این زمان و بر اساس این در واقع کانتر بیس ما. حالا میریم بچه این چیزایی که ساخته شده رو اینجا چک کنیم، ببینیم آیا در واقع اون آیدی های ما اطرافش هست یا نه، بینش هست یا نه. میایم توی این قسمت به طور مثال میایم برای رندوم 2 میایم اینجا چک کنیم ببینیم آیا اینجا وجود داره یا نه. بچه میبینید اینجا وجود داره، اومده در واقع آیدی آبجکت آیدی نوت ادمین رو پیدا کرده. یه آبجکت آیدی دیگه هم داشتیم، میایم یه ریکوست میزنیم. این داره پست میکنه. میایم اینجا میایم ببینیم آیا این وجود داره یا نه. این قاعدتا نباید وجود داشته باشه. چرا نباید وجود داشته باشه؟ به خاطر اینکه تایمی که ما اینو جنریت کردیم یه تایم استمپ متفاوت دیگه داره. الان بچه‌ها یه چک دیگه میکنیم اینجا دوباره اینو. تایم استمپش رو نگاه کنید، برای 16 و 36 بوده، یعنی برای ساعت 4 و 36 دقیقه. ما اونو اومدیم ساعت 4 و 40 دقیقه وارد کردیم اگه اشتباه نکنم دیگه. بعد و پروسس آیدی و اصلا ماشین آیدی و ایناش هم فرق میکنه، چون یه بار ریستارتش هم کردیم. میایم یه بار دیگه اینجا توی این قسمت این رندوم 1 میایم رندوم 1 هم یه چک کنیم ببینیم آیا اینجا وجود داره. باید وجود داشته باشه قاعدتا دیگه. میبینید رندوم 1 هم وجود داره، یعنی هم رندوم 1 وجود داره هم رندوم 2 وجود داره. چرا وجود دارن؟ به خاطر اینکه تایم استمپشون یکسانه. و خب این حالا یکم حالتاش نسبت زیاد هم نشد دیگه. چقدر شد؟ یه 230,000 تا شد کلا. 230,000 تا حالت. حالا برای توی اپلیکیشن واقعی ما چجوری میتونیم اینو بیایم به عنوان POC نشون بدیم؟ میایم یه آبجکتی رو دیلیت میکنیم. چرا اومدم اینجا؟ و اینو ارسال میکنیم به اینترودر و میایم داخل این قسمت اینا رو کپی میکنیم و میایم اینجا پیستش میکنیم. کلا میشه 230,000 تا درخواست که چیز نسبتا کوچیکیه. و شروع میکنیم استارت اتک رو میزنیم. البته میترسم لوکال، چون لوکال هاست بره پایین. و اینجا صبر میکنیم ببینیم چه ریزالتی بهمون میده. برای اینکه حجم ویدیو بچه زیاد نشه من اینجا رو پاز میکنم. خب بچه همونطور که میبینید بعد از 100 و حدودا 15,000 تا، در واقع 100 اینجا بعد حساب کنیم 12,000 تا ریکوست تونست که 2 تا در واقع آیدی پیدا کنه و بیاد و اون نوتای مربوط بهش رو حذف کنه، با اینکه بهش ما دسترسی نداشتیم. و یه سری نکته اینجا هست بچه. حالا اگر اپلیکیشن شما نذاشت بورد فورس کنید یا وف جلوی شما رو میگرفت، CDN جلوی شما رو میگرفت، ریت لیمیت داشت یا هر چیزی، به عنوان POC شما میتونید داخل یه نوت بیاین و آیدی ها رو جنریت کنید و اینجوری به تریاجر نشون بدین که آقا این آیدی توسط این اکسپلویت تونست جنریت بشه، در هر صورت تونست جنریت بشه دیگه. بعد از 112,000 تا تونست جنریت شه. و هر چقدر اپلیکیشنی که دارین شما روش کار میکنید بزرگتر باشه و در ثانیه ورودی های بیشتری داشته باشه، مثلا همین اپلیکیشن اگر 1000 نفر در ثانیه دارن ازش استفاده میکنن و نوت جنریت میکنن،
بچه احتمال اینکه این آیدیایی که الان این اول ساخته شده ولید باشه بیشتر میشه. یعنی لازم نیست حتما مثلا 12,000 تا بگذره. در هر صورت یه چیز قابل قبوله برای تریاجرا. فقط باید بتونید که در واقع خوب ارائهش بدین. بریم حالا رایت اپش رو بخونیم. هرچی بوده بچه اینجا براتون توضیح دادم. بنده خدا داره میگه که من اومدم حالا توی برنامه داشتم کار میکردم، دیدم که داره از مونگو دی بی استفاده میکنه و آبجکت آیدی داره. برام سوال شد که آیا این آبجکت آیدی قابل حدس هست یا نه. شروع کردم ریسرچ کردن و این داستانا. دیدم که این آبجکت آیدی که من دارم از 4 تا قسمت درست شده. یه تایم استمپ یا همون سکندز، یه ماشین آیدی یا ماشین آیدنتیفایر، یه پروسس آیدی و یه کانتر. و میگه که حالا شروع کردم به اینکه برود فورسش رو انجام بدم. اومدم یه بازه زمانی انتخاب کردم، بازه زمانی 1 ساعته. ماشین آیدی و پروسس آیدی رو یکسان در نظر گرفتم. بچه حواستون باشه اگر که اپلیکیشن ما این اپلیکیشن ما بچه، اگر که من اپلیکیشن رو ببندم حالا یا ریستارتش کنم و دوباره اجراش کنم، ماشین آیدی و پروسس آیدی متفاوتی بهم تخصیص میگیره و اگر این کار رو انجام ندم همون ماشین آیدی و پروسس آیدی که از قبل بوده ثابت میمونه. بعد میگه که اومدم اینا رو هم ثابت گرفتم و یه کانتر دیدم داره و دیدم که حالا کانتر چجوری مثلا 50 تا 50 تا اضافه میشه روز به ازای هر روز 50 تا 50 تا بهش اضافه میشه این داستانا. اومدم اینم یه مقداری براش در نظر گرفتم و همه اینا رو در کنار هم قرار دادم و اومدم یه سری حالت جنریت کردم که حدودا شد 720,000 تا حالت و به عنوان POC ازش استفاده کردم و حالا بقیه چیزا. اینجا هم خودش کد اسکریپت نوشته، ولی این کدی که حالا من نوشتم یکم کامل تره به خاطر اینکه کامل داره اول از همه شما یه آبجکت آیدی وارد میکنید، میاد اون رو دیکریپت میکنه و بر اساس اون میتونید بیاین آبجکت آیدی جدیدتون رو جنریت کنید. بریم بچه حالا داخل کد و کد یکم بخونیم ببینیم داستان کد چی. توی این قسمت که هیچی اومدیم یوزرنیم و پسورد ها رو هارد کد کردیم. گفتیم یه یوزر داشته باش، یه یوزر با پسورد یوزر و رول یوزر داشته باشیم و یه کاربر دیگه با یوزرنیم ادمین، پسورد ادمین و رول ادمین. و اومدیم حالا یه سری سیکرت رو اینجا مثلا گذاشتیم که در واقع برای حالا ساخت JWT و این داستانا کار نداریم به این قسمتاش. یه سری بچه میدلور اینجا داریم و یک سری روت اینجا داریم. بریم اینا رو دونه دونه با هم بررسی کنیم. یه بررسی سریع انجام میدیم بخاطر اینکه زیاد نیاز نیست. اول از همه ما یه دونه روت یا همون دایرکتوری داریم که یه دونه حالا فایل ایندکس HTML از پوشه پابلیک برمیداره و اینو به کاربر نشون میده. یه سری بچه روت داریم برای لاگین که هیچی، میاد و حالا کردنشیال ها رو چک میکنه، اگر درست بود یه JWT درست میکنه برامون ارسال میکنه. یه روت داریم که میاد بچه تمام نوت ها رو به همون برمیگردونه. حالا چجوری تمام نوت ها رو به همون برمیگردونه؟ بچه اینجا رو نگاه کنید. اول اومده گفته که خب تمام نوت ها رو پیدا کن. حالا میگیم که مثلا این یه دیتابیس و این یه ORM و این داستانا. میگه که بیا تمام نوت ها رو پیدا کن. میاد تمام نوت ها رو میریزه توی متغیر نوتس. و اینجا بچه نگاه کنید یه متغیر داریم is requester admin. آیا کسی که درخواسته رو داره میده ادمین هست یا نه؟ میگه که اگر میگه توی درخواست JWT رو چک کن، اگر رولش برابره با ادمینه بیا یه سری کارها رو انجام بده. اینو حالا مثلا بذار با true یا false و بیا یه سری کارها رو انجام بده. چیکار بیا انجام بده؟ ببخشید این قسمت رو نگاه کنید. میگه که اگر is requester admin بود و اون نوته توسط ادمین ساخته شده بود، بیا چیکار کن؟ بیا آیدیشو بردار و
آیدیشو جدا کن و بقیه محتویاتش هم جدا کن. من اینجا بهتون نشون بدم ساده تره. آیدیشو جدا کن یعنی چی بچه ها؟ یعنی که آقا این در واقع اون آبجکت ما، میگه آقا بیا آیدیشو جدا کن و رستش میشه اینا، میگه رستشو برگردون، اینا رو برگردون برای ما. حالا به صورت خیلی ساده، اگر رول کاربر ما، رول اون اکانت ما ادمین باشه، میاد کل ریکوست رو برمیگردونه. اگر رول اکانت ما یوزر باشه، میاد آیدیشو جدا میکنه و بقیهش رو برمیگردونه. یعنی به ما آیدی رو نشون نمیده. اینجا رولش چیه؟ بر اساس ریسپانس میتونیم بگیم بر اساس ریسپانس اینجا رولش ادمینه، چون آیدی رو به همون نشون داده. اینجا رولش چیه؟ اینجا هم رولش ادمینه. اینجا چی؟ اینجا هم که هیچی. اینجا چی؟ آها، اینجا میتونیم بگیم بچه بر اساس اون رولش یوزره. چرا؟ به خاطر اینکه رست یعنی بقیهش رو آورده ولی اون آیدیه رو حذف کرده، جدا کرده و نشون نداده. این مثلا یه سکیوریتی میتونه باشه، سکیوریتی فیچر سکیوریتی مثلا میتونه باشه که اون آیدی توسط حالا کاربر دیده نشه. فیچر هم نیست ولی خب بالاخره. برای ساخت نوت هم که هیچی، میاد نوت میسازه، کاریش نداریم. یه قسمت داریم بچه دیلیت نوت. اینجا خیلی مهمه، فقط توسط سازنده اون نوت یا ادمین میتونه دیلیت بشه. حالا اینجا چی میگه؟ میگه که آقا روتش که اینه، هیچی. میگه که شما بیا اون نوت رو پیدا کن. اول از همه بیا تمام نوت ها رو پیدا کن، توسط آیدی بیا اون نوت رو پیدا کن، اون نوت خاص رو پیدا کن. میگه request params.id. این به چی اشاره داره؟ من اگر یه ریکوست دیلیت رو پیدا کنم، اینجا این ریکوست ما پارامز، این آیدیش بچه، میگه اینو بردار بذار اینجا و توی نوت ها بیا این آیدی رو پیدا کن. و حالا وقتی اون نوت خاص رو پیدا کردی، حالا اگر وجود نداشت که بیا 404 بده، هیچی. و بیا اینجا گفته که بچه بیا توی این نوتا بیا عملیات دیلیت رو انجام بده و بعدش بیا اینو به عنوان ساکسس برگردون. برنامه نویس همیشه باید چی رو اضافه کنه؟ و این 2-3 تا خط رو اضافه کنه. این 2-3 تا خط چی میگه؟ میگه که آقا اگر که ما اون نوت رو پیدا کردیم دیگه، اگر که اون نوت توسط یوزرنیم request.user.username ساخته نشده بود، اینو اومده اند کرده با این. یعنی اگر که کاربر از یوزر بود و اون نوت برای خودش نبود، اگر نبود بیا در واقع اگر بود بیا 403 برگردون. حالا من نمیام بچه شرط دقیق بخونم، دارم اون فلو کلی رو بهتون میگم. یعنی اگر که یه کاربر دیگه این نوت رو ساخته بود یا اگر که اون کاربر ادمین نبود، بیا 403 برگردون و بگو که شما نمیتونی این نوت رو دیلیت کنی. در غیر این صورت بیا حالا عملیات، اگر این شرط برقرار نبود بیا عملیات دیلیت رو انجام بده. معمولا بچه اتفاقی که میفته اینه که در واقع برنامه نویسا نمیان این شرط رو بذارن، حالا به خاطر اون دلایلی که مثلا بهتون گفتم، آیدی غیر قابل حدسه، آیدی رو اصلا من بر نمیگردونم که کاربر بخواد حدس بزنه یا بردار استفاده کنه ازش و این داستانا. ولی اینجا دیدیم که حتی اگر مونگو دی بی هم باشه و آبجکت آیدی های مونگو دی بی هم باشن، باز قابل حذف و قابل بروت فورس کردنه. امیدوارم بچه از این ویدیو خوشتون اومده باشه. تا ویدیو بعدی، بدرود.